سلام، خیلی خوش اومدی. من جوادم و قراره توی این ویدیو با هم دیگه پارت دوم بررسی ها رو داشته باشیم. نمونه کار بچه‌ها توی پارت قبلی بررسی شد. اگه ندیدی نمیدونم این طرف یا این طرف ویدیوش برات نمایش داده میشه. حتما اون رو ببین تا با جزئیات مسابقه در جریان باشی و بدونی که چجوریه. قراره توی پارت دوم بقیه نمونه کارا رو بررسی کنیم و بچه‌ها که کارشون بهتر بوده و مشخص کنیم تا در آخر اون جایزه خفن رو بدیم به اون طرف. خب بریم سراغ کار اول که کار امینه. بچه من خیلی ویدیو رو سعی میکنم بهینه تر کنم. پارت قبلی خیلی طولانی شده بود و حس میکنم که کسل کننده شده بود براتون. من یه سری پارامتر در نظر گرفتم، اینکه حس رو انتقال بده، موزیک مناسب، ساوند دیزاین مناسبی داشته باشه، از جلوه های متنی و بصری استفاده کرده باشه و اصلاح رنگ خوبی داشته باشه. طبق اینا من ویدیوها رو بررسی میکنم و میریم سراغ نفرات بعدی. خب بریم سراغ ویدیو امین و با هم دیگه بار دیگه نگاش کنیم. کارفرما برای عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کار تو نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد می‌کنه، هم تو یه سری از جاها روزش هم انجام میده. کارفرما خب بچه ویدیو اول اوکی بودش. یه سری موردا داره. فونت کارت خوبه ولی خیلی ریزه و جای مناسبی هم نیستش. افکسوتی استفاده کردی ولی نه خیلی زیاد، نهایت یکی دو تا استفاده کردی. اصلاح رنگ به نسبت خوبی داشت و اینجا این یه تیکه‌ای هم که اومدی به صورت اسلاید نشون دادی هم باحال بوده ولی مثل بقیه نبوده، یعنی نمیتونه خیلی رتبه خوب بگیره. آره حالا بریم سراغ نمونه کارهای بعدی تا ببینیم که بعداً چی میشه. نمونه کار جواد صادقی اینو با هم دیگه نگاه کنیم. اینجا برای عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کار تو نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد می‌کنه، هم تو یه سری از جاها رو هوش انجام میده. کارفرما خوب بود. این ویدیو تایید شده یا دلیلاش هم بهتون میگم، ولی یه مورد داشت، این که اصلاح رنگ خیلی زردی زده روی صورت من. نباید انقدر صورت رو زرد کنیم بچه‌ها، حواستون باشه حالت طبیعی بودنشو داشته باشه. و جلوه باحالی استفاده کرده بود. این حالت حالا ذوب شدنه باحال بود، جلوه متنی خوبی داشت ولی فونت بد اینجا استفاده کرده بود. حالا یه فونت فانتزی گذاشته بود، میتونست بهتر بشه و اصلاح رنگ حالا خیلی خوبی هم نداشت. اینو من فعلا انتخاب میکنم تا بریم سراغ ویدیوی بعدی، جواد همایونی و یه بار دیگه با هم نگاه کنیم. کارفرما برای عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کار تو نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشید، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد می‌کنه، هم تو یه سری از جاها رو هوش انجام میده. کارفرما برای عکس ویدیو خفنی بود، ویدیو باحالی بود. من اول اینو تاییدش میکنم بعد بریم سراغ دلایل. یک، این زوم بک اولش باحال بود، اومده بود ازم یه دونه دوپلیکیت گرفته بود، روتوبراش کرده بود و یه حالت 3D بهم داده بود که خیلی باحال بود، خوشم اومد. تکست افکتش باحال بود، اینجا که حالت پیکسل داد خوب بود ولی یه مشکلی که داره خیلی دینویز استفاده کردیم. میدونم تا درصدیش به خاطر ضبط بوده، مشکل ضبط بوده، ولی شما نباید انقدر اغراق کنی و صدا رو انقدر نویزشو بگیری. این آیدی منم که این پایین گذاشتم باحال بود. طراحی خیلی خفن داره. این کار تو نیست عزیزم، کافیه وارد کار تمیزی بود. اوکی. من میتونم نمونه کارهایی که انتخاب نشدن رو اینجا حذف کنم که خیلی شلوغ نشه. بچه اینا نمونه کارهای تایید شده است، اینایی که اینجا براتون گذاشتم. بذاریم اینا نمونه کارهای تایید شده است. من اینجا بذارم. خب بریم چند تا ویدیویی که با سیستم آماده شده و دوباره ببینیم. ویدیوی بعدی از آقای حسام. کارفرما برای عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کار تو نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکس رو زیاد می‌کنه، هم تو یه سری از جاها رو هوش انجام میده. کارفرما بد نبود، افکت‌های خوب استفاده کرده بود. اینجا یه ارور من دیدم، این به خاطر استفاده از این افکت گلیچ احتمال رجاینت بوده که این ارور رو بهت داده و بهتره که حالا اول ارور رد کنی و بعدش بیای رندر بگیری. خیلی خوب بود ولی آنچنان نبود که من بخوام توی نفرات برتر بیارمش. فونت مناسبی نداشت، بهتره که رو فونتش کار کنه و بهتر بشه. و این قسمت که از رنگ قهوه‌ای استفاده کرده بود و خیلی نبودم، یعنی خیلی خوشم نیامد. بریم سراغ
کار بعدی از حسین. آقا حسین کارفرما برای عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتو نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد می‌کنه، هم تو یه سری از جاها رو توش هم انجام میده. کارفرما برای عکس بی‌کیفیت بعدی نبود ولی از فونت‌های خوبی اصلا استفاده نکرده بود. اصلا این فونت تا حالا ندیده بودم. این نه، این فونتی که اینجا استفاده کرد اینا خیلی خفنه. مثلا می‌خواست خلاقیت به خرج بده ولی خب استفاده نمی‌کردم خوب بود. از فونت‌های مناسبی استفاده نکرده بود. اینجا جلوه خوبی داشت که میاد اون حالت چهره و حالا کیفیت زیاد شدهش رو نشون میده، اوکی بود ولی خیلی موافقش نبودم چون جلوه خاصی یا زیبایی خاصی نداشتش به غیر از حالا اینجایی که اومده بود پیکسلی کرده بود. به نظرم خیلی میتونه بهتر بشه و نکاتی هم که توی ویدیو قبلی برای بچه‌های قبلی هم گفتم برای شما صدق میکنه. از افکت‌های صوتی استفاده کن و از موزیکی بهتر هم استفاده کن. این کارتو نیست عزیزم، کافی چون اصلا کارت موزیک نداره اینجا. سراغ نفر بعدی آقا حسین. ببین چیکار کرده آقا حسین. کارفرما برای عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتو نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد می‌کنه، هم تو یه سری از جاها رو توش. کارفرما برای ببین ویدیو رو با پریمیر زدی تا جایی که حالا علم من این اجازه رو میده، حالا مگر روتوبراشش با افتر زده باشه چون این افکت برای پریمیر بیشتر. یه سری نکات داشت مثلا ازت خب با این ذهن نیست، می‌بینی غلط‌های املایی خیلی تاثیرگذار تو کارا، به خصوص کارفرمایی که کار جدی‌تری دارن، کار رسمی‌تری دارن، خیلی روی این موارد حساسن. از آیکونایی که استفاده کردی خوب بود ولی رنگ خیلی خوبی نداشت، بهتر بود که از همون رنگ خودمون استفاده می‌کردی، یه آبی بهتر. و نکته‌ای هم که هستش افکت صوتی استفاده نکردی. خیلی خفن داره. این کارتو نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی این تکسا میاد افکت صوتی نداره که اینجا برات می‌نویسم، اینجا باکس باز شده افکت صوتی نداره، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد می‌کنه. در کل باحال بود ولی بهتره که این موارد رو اصلاح کنی و از فونت بولتری هم استفاده کنی که خانایی بیشتر داشته باشه. این سبک ادیتا بیشتر بچه‌ها که پریمیر فقط کار میکنن میزنن، یه مقداری قدیمی شده، یعنی شاید برای 2-3 سال پیشه این سبکا. بهتره که خودتون رو آپدیت کنین و با حالا افتر کار کنین تا بتونین خروجی خیلی بهتری بدین. بریم سراغ ویدیوی بعدی برای حسین خدا دوستان اگه درست گفته باشم. کارفرما برای عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتو نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد می‌کنه، هم تو یه سری از جاها رو توش هم انجام میده. این ویدیو باحالی بود. نکات مثبتی که داشت حدوداً تو سبک و سیاق ویدیوهای پیج خودم ادیت کرده بود، یعنی این المانا برای ویدیوهای پیج خودمه و اینجام که توی صفحه گریدی رفت حالت چهارخونه باحال بودش. حالا این حالت فلشه چیز باحالی شده بودش و فونت حالا نازکی هم استفاده کرده بود. فونت بولتر اگه میذاش خیلی بهتر میشد و بذار ببینم افکتاتی داشت. کارفرما برای عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا آره افکتاتی داشت و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتو نیست عزیزم، باحال بود ولی خب خیلی مورد تایید نبود، یعنی بچه که اینجا بودن یه مقداری جزئیات کاراشون بهتر بود و قابل قبول تر بود. این ویدیو هم اوکیه. بریم سراغ ویدیوهای بعدی آقای حمید مقدم. کارفرما برای عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتو نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد می‌کنه، هم تو یه باحال بود. ویدیو باحالی بود. خوبیش اینه یه سری از موشن گرافیک استفاده کرده بود، از این المان‌های موشن گرافیک یا کاراکترهای فلت که خلاقانه بود نسبت به بقیه بچه‌ها، به خصوص از این حالت رفلی که استفاده کرده بود من خوشم اومد. خوب بود، خیلی جای ایرادی نداره ولی خب تو این سبکی که انجام داده اوکی بود، به خصوص اینجایی که حالت آمار آورد خوب بود ولی این آیدی سایت رو باش حال نکردم. مثلا یه چیز باکس آماده که روش تکست میاد خیلی خوب نیست، تو میتونی به این باکسه بیای موشن بدی و خیلی خفن ترش کنی. حالا من این ویدیو رو میذارم توی ویدیوهایی که تایید شده است تا بعداً بریم روش کار کنیم ببینیم که چجوری میشه. تا الان این ویدیوها تایید شده و بریم سراغ بچه‌ای که با موبایل کار میکردن. من اینا رو حذف کنم. این یک ویدیو فقط کمی بهتر بود نسبت به بقیه، اینو من میذارم میشیم بر.
بریم سراغ ویدیوی بعدی از آقا حسین نوراللهی. یه بار ویدیوشو نگاه کنیم. کارفرما برات عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کار توی عزیزم کافی وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکس رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها روش انجام میده. ویدیو خوبی بود چون با موبایل ادیت شده. من سختگیریام خب مسلما یکم کمتره، ولی در نهایت که قرار اینا رو با هم مقایسه کنیم سختگیریام بیشتر میشه. نکات مثبتی که داشت، تکست گرافیای خوبی استفاده کرده بود و اون کنتراست و تضاد رو داشت. این بالا هم از آیدیم استفاده کرده که خیلی بالا، یکم بهتر پایینتر باشه. و یه سری جام این حالت تکسایی که پایین گذاشته از اون حاشیه امنی که این بالا بهتون نشون دادم خیلی پایینه، میبینی و اصلا درست نیست. بهتر که اینو تو حاشیه امن بذاری، ولی اوکی بود، خیلی مورد خاصی نداشتش. اینو من میذارم اینجا. ویدیوی بعدی خانوم نظری. یا از اول کارفرما برات عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کار توی عزیزم کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکس رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو توش انجام میده. کارفرما ببین ویدیو که درست کرده بودی افکت صوتی خوبی داشت و موزیکش حالا یکم زیاد بود. بیشترین عیبی که داره استفاده از فونت نامناسب و تکسایی که اینجا گذاشتی، یعنی این حالت موکاپتور، حالا تکست استایل به اصطلاح که بهش میگن، خیلی خوب نیست. یعنی مثلا این حالت بی کیفیت تکست استایل قشنگی نداره. یعنی من ترجیح میدادم که ساده باشه، یا مثلا این حالت فانتزی تور خیلی مناسب نیست. یعنی بهتره که طبق اون سبک و سیاق ویدیو ادیت زده بشه، شیک بودنش هم رعایت بشه. ولی اینجا یکم فانتزی شده بود، یعنی خیلی مورد تایید من نیست حداقل. حالا چون کار اولتون بوده شاید اینا رو نمیدونستین. و مثلا اینجا که گلو داده به متنش و باکس آبی داده خیلی خوب نبود. میتونست مثلا از این حالت گلاس استفاده کنی، یا مثلا توی این ویدیو میتونست از همین حالتی استفاده کنی. این کنتراستش منظورمه که خیلی خوب نیست و کمه، به نظرم میتونست خیلی بهتر باشه. بریم سراغ ویدیوی بعدی از خانم ذوالفقاری. کارفرما برات عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کار تو نیست عزیزم کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکس رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو توش انجام میده. ببین میدونم دوست داشتی که تکنیک‌های مختلفی اجرا کنی، ولی مشکلی که هست اول ویدیو این که سیاه‌سفیده و این تکست‌ها انقدر آروم میاد، حس یه ویدیو غمگین رو به کار برمیده. یعنی من فکر می‌کنم که یه ویدیو غمگین دپ مثلا اونایی که شیر بالایی میگیره اوناست، تدوینش تو اون سبکه. ولی بعدش که من رنگی میشم و تازه میفهمن که آموزش دادن، هم هیچ تدوینی نداره. نگاه یه زیرنویس داره کلا و بهتره که روش بیشتر کار بشه. و اصلاح رنگ هم یک کمی کدر شده، یعنی یکم با سچوریشن کار میکردی خروجی بهتری میداد. بریم سراغ ویدیوی بعدی. کارفرما برات عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کار تو نیست عزیزم کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکس رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو توش انجام. خب بچه‌ها این ویدیو از خانم امین بود و باحال بود. ولی یه مشکلی که بچهای موبایل دارن، چون بالاخره با موبایل کار کردن دستشون حالا نمیدونم بسته تره یا چیه، تو اصلاح رنگ خیلی میتونن بهتر بشن. مثلا اینجا رنگ خیلی دیگه داره میسوزه، میدونی اون حالت اوور اکسپوز رو به اصطلاح داره که خیلی خوب نیست. یعنی بهتره که اینو رعایتش کنم. حالا من اگه بخوام برای مثال این رو یکم بهترش کنم، میام تو قسمت حالا اصلاح رنگم و هایلایتامو یکم کم میکنم. میبینی این حالت سوختگیه از بین میره. این همچین حالت اگه من بذارم یکم بایتامو کم کنم، اون حالت سوختگیه تا حدودی درست میشه. نگاه کن. و بهتر که اصلاح رنگ بهتر داشته باشه و کلا پیکسل موزیکش خوب بود، یکم صداش کمتر باشه. و تکست استایل خیلی موافقش نیستم. تکست استایل هایی که گلو خیلی داری یا خیلی رنگیه اصلا مناسب نیست و خیلی کار آنچنان قوی نبود. داره با موبایل قابل قبول کاملا. ویدیوی بعدی که برامون زحمتش رو کشیدن دوستان، خانوم قاسمی. ویدیوشو نگاه کنید. کارفرما برات عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره.
کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو توش هم انجام میده. کارفرما وارد عکسی به کیفیت. مشکلی که این ویدیو داره مثل خیلی از ویدیوهای دیگه اینه که صدای منو خیلی بد کردین، خیلی نویز گرفتین. یعنی من ترجیح میدم کمی نویزه شنیده بشه ولی انقدر صدا رباتی نشه. حالا لزوما منظورم این ویدیو نیست، کلا. و اینم مشکل هم قبلی رو داره، تکست استایلای خوبی نداره و به خصوص اینجا که از استانداردام استفاده نشده. نگاه کن مثلا بین عزت و انتظار فاصله خورده و خیلی مورد قابل قبولی نیستش. افکت صوتی استفاده کردم ولی تعدادش خیلی کم بود و اینجا هم که روتوش کرده بود حس خوبی رو میده، ولی میتونه بهتر بشه. و یه مشکل دیگه هم بچه‌ها موبایلی دارن و برای بیشترشون صدق میکنه، یعنی تکستاشون یهو میره، نمیدونم چرا. نگاه اینجا یهو تکست غیب میشه. بهتره فید بشه و اون نرمی کار رو داشته باشه. و دمتون گرم، زحمت کشیدین. بریم سراغ ویدیو بعدی از آقای عباسیان. کارفرما وارد عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد میکنه، تو یه سری از جاها رو کارفرما. اینو دوست داشتم، ویدیوی علی دوست داشتم، اینو من میارم توی تایید شده ها و دلیلش هم بهتون میگم. تکستای خوبی داشت، هیچ استایل عجیب غریب و خاصی استفاده نکرده بود ولی کنتراست خیلی باحالی داده بود به کارش. اصلاح رنگش درست بود، یکم سیاه شده بود، بهتر که کمتر بشه، ولی در کل ویدیوی باحالی بود. اگه اینجا که دارم در مورد کیفیت عکس صحبت میکنم یکم از اون المانا استفاده میکرد که اون بالا بودن کیفیت رو نشون بده، به نظرم میتونست قابل قبول تر باشه، ولی اوکی بود. این جزء تایید شده است. من اینجا رنگ بچه‌ها که تایید میشن رو به سبز تغییر بدم. بریم سراغ ویدیوی بعدی از خانم مهرابی. کارفرما وارد عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کار تو نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو توش هم انجام میده. کارفرما وارد مشکلی که این ویدیو داره و خیلی تو ذوق میزنه این استفاده از اصلاح رنگ نادرسته که خیلی اغراق شده توی رنگا، یعنی خیلی پررنگ شده به اصطلاح، یا سچوریشن بالایی داره که باید کمتر باشه تا خیلی استاندارد و اصولی تر بشه. و این عکسی هم که بالا استفاده کرده بود، می‌بینین بچه‌ها، نمیدونم مشکلی یهو عکس میاد و میره خیلی خوب نیست، ولی باز اینجا خوبه که فیدش کردیم. مناسب بود ولی میتونست خیلی خفن تر باشه. این تکستای اولش هم اوکی بود. انتظاریه مثلا غلط املایی دوباره اینجا بود، میتونست که خیلی بهتر بشه. حالا نسبت به بقیه بچه‌ها چون مقایسه میشه به نظرم میتونست قوی تر کار کنه. اینجا خانم ولیپور، نفر بعدی. کارفرما وارد عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کار تو نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو توش هم انجام میده. کارفرما وارد عکس بی کیفیت فرستاده. یکی از مشکلاتی که این ویدیو داشت این بود، اینجا که من میگم این از لینکش، این لینک به پایین اشاره شده در صورتی که با توی ویدیو نوشته باشه که کاربر رو گمراه نکنین. کار خیلی خوبیه و اصلا وظیفه تدوینگر هم اینه. این حالتی که حالت گلس مانند شده بود باحال بود، ولی بهتر بود با یه کی فریم یه چیزی وارد کار میشد. اینجا یهو نمیمد و آخرم یهو میره. نگاه این فید کردن رو حواستون باشه. و حدوداً از ویدیوی پیج خودمون هم ایده گرفته بود و این خیلی خوب بود که ویدیوهای خودمون رو بررسی کرده بود و سعی کرده بود که تو اون سبک کار بزنه. ویدیوی خوبی بود، به نظرم میتونه بره توی دست تایید شده و اون موقع همه بچه‌ها رو با هم دیگه بررسی کنیم بهتره. بریم سراغ ویدیوهای بعدی که با موبایل ادیت شده. خانم محمودی، ویدیوشون نگاه کنید. کارفرما وارد عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کار تو نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو توش هم انجام میده. کارفرما وارد عکس بی. این ویدیو یه سری نکات مثبت داره و یه چیزی که من خیلی باهاش حال کردم بعد از اینکه ویدیو رو پلی کردم، این حالت امضای من این پایین بود، خیلی خوشگل شده بود. یعنی اصلا
میتونیم خودمونم از این امضا توی کارامون استفاده کنیم. ایده خیلی باحالی بود و این جایی که البته دکمه مانندم آورد چیز خوبی بود و اینجا زمانی خیلی بهتر میشد، یعنی زمانی گویاتر میشد یا پویاتر میشد وقتی مثلا دکمه کیفیت بالا داره روشن میشه، من بیام چیکار کنم؟ بیام ویدیومو یکم شارپتر کنم، یعنی یکم کیفیتشو برم بالاتر تا خیلی واضح‌تر باشه. یعنی خیلی شاید متوجه نشن که واقعا این هوش مصنوعی کیفیتو زیاد میکنه، ولی وقتی شما میای اینجا مثلا یه افکت شارپ میدی و کارت شارپتر میکنی اینجوری، یعنی کار چقدر واضح‌تر شد، طرف متوجه میشه. یا مثلا این دکمه بیوتی یا اون روتوشه روشن میشه، شما وقتی صورت من روشوش کنی خیلی خاناتر میشه. به نسبت خوب بود، نسبت به ویدیو موبایلی قابل تایید بود. حالا من میذارمش اینجا چون قطعا کل دوباره حالا مقایسه میشن بچه با هم دیگه و در نهایت 3 نفر انتخاب میشن، چه از موبایل چه از سیستم. و ویدیوی بعدی آقای نبی پور، چک کنیم ویدیوشونو یه دقیقه. خمیازم گرفت. خب بریم سراغ ویدیوی بعدی آقای ابوالفضل نبی پور. کارفرما برای عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکس رو زیاد می‌کنه، هم تو یه سری از جاها رو روشم انجام. این حالت بالاش دوست داشتم، اینجا که یه همچین افکتی میاد و دقیقاً همون کاری که توی ویدیوی قبلی ویدیو خانم محمودی بهتون گفتم اینجا هم رعایت شده بود و اینو من دوست داشتم. ولی میتونست خیلی بهتر باشه، یعنی سری المان‌ها توی پشت تصویر، سری آیکونا استفاده کنه و اون وضوح تصویر یا پویایی تصویر رو بهترش کنه. و یه دونه هم گلو داده به کار که تم فانتزی داده. من خودم به شخص خیلی موافق فانتزی نیستم، ولی امکان داره بعضی کارفرما خوششون بیاد. بریم سراغ ویدیوی بعدی آقای امیرحسین زنگنه. کارفرما برای عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو روشم انجام. ویدیوی امیر اوکی بود از اینجا به بعد، یعنی از اینترو به بعدش اوکی بود، ولی مشکلی که داشت اینترو که قلاب اصلی کاره و بیشترین ادیت و اون جذابیت بصری با توی قلاب اتفاق بیفته و نداشت. یعنی قلابش اگه من اینجا بدون صدا نگاه کنم و یه آهنگ غمگینم بندازم، همین فکر می‌کنن که یه ویدیو دپ غمگینه، ولی اینجوری نیست. این حالت نویزی که استفاده کرده، حالت سیاه‌سفیده، این حس غمگین بودن رو میده، ولی خب اینجوری نیستش دیگه تو واقعیت. این ویدیو هم قابل قبول نبود، ولی تدوین خوبی داشت نسبت به حالا ویدیوهایی که با موبایل ادیت شده. تا الان این ویدیوهایی که اینجا هستن تایید شدن، این ویدیوهای موبایل و این ویدیوهایی که با سیستم بودن. تعداد ویدیو خیلی بیشتره. یه سری ویدیوهای دیگر رو من براتون میارم، اینها رو من یه گوشه میذارم و براتون ویدیوهای جدید رو میارم که با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که ویدیوهای جدید به چه صورته. خب بریم سراغ ویدیوهای جدید که از علی که از هنرجوی خیلی خفنمونه. ببینیم چیکار کرده. علی دهقان. خب این ویدیو رو لوپ می‌کنیم. کارفرما برای عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد می‌کنه، هم تو یه سری از جاها رو روشم انجام. کارفرما برای عکس بی حرفی برای گفتن نمیذاره، واقعا خفن بود، ویدیو خفنی بود و همه چیز اوکی، جزئیات اوکی، اصلاح رنگ اوکی، جلوه‌های بصری کار خوب و هیچ مشکلی نداره. یعنی من مشکل داخلش نمیبینم و کاملا تایید شدم هستش. خیلی وقت نمیذاریم پس توش. بریم سراغ ویدیو بعدی از خانم زاره که با سیستم هم ادیت شده. کارفرما برای عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و یه ویدیو مشکلی که اینجا داشت، اصلا همین اول بهش برخوردم، موزیک بود. موزیک اصلا مناسب انتخاب نشده بود و مشکل بعدی که داشت ترانزیشن های تکست و استفاده کردن از سری کاراکترهای فلت بود. نگاه کن اینجا یهو میاد تو کار و همونجا هم میشینه و هیچ کاری هم نمیکنه. یعنی من هیچ حسی نسبت به این عکس هم ندارم، حس میکنم اینو با پاپت درست کردن و میتونست خیلی بهتر بشه، چون با سیستم هم کار میکردین سختگیریم خب بیشتره مسلما. بریم سراغ ویدیو بعدی از آقای شیروانی، بریم چیکار کردن. کارفرما برای عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسل پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره.
این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو روش عمل کرد. کارفرما برات عکس بی کیفیت فرستاده و باحال بود ولی خیلی میتونست بهتر باشه. مثلا از فونت مربع که استفاده میکنی وزن نازکش معمولا جذابیتی نداره. میتونی وزنای بلتر مربع استفاده کنی و یه سری جاها این تکسه از اون حاشیه‌اش داره میزنه. ولی چون با سیستم ادیت شده خب سختگیری من یکم بیشتره و میتونه که خیلی جذاب‌تر بشه، ولی به نظرم ویدیو خوبی بود. میتونه خیلی بهتر بشه بازم. ویدیوی بعدی از آقا کومیل افتخاری هستش. ببینیم چیکار کردن. کارفرما برات عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو روش عمل کرد. ویدیو باحالی بود، ولی یه موردی که داشت من خودم به عنوان کاربر گیج شدم این بود، اینجا که گفت عکست رو بدی بهتر بود که مثلا یه عکس درگ میکرد و وارد همین سایت میکرد تا اینکه صرفا بیاد این دکمه عکس رو نشون بده. به نظرم اونجوری خیلی جذابیت بیشتری داشت. اصلاح رنگ اوکی داشت ولی خب یه مقدار میتونه آبی مثلا پررنگ‌تر بشه، چون حس میکنم سبزر تغییر داده. اینا اینجا قشنگ معلومه. یکم با دومتری کارر اگه بازی کنی مشکل حل میشه. فونت نسبتا خوبی داشت ولی حالت گلو ریزی که دادی خوب نیست. یا گلو رو قشنگ باید بدی، یعنی پخشندگی داشته باشه، یا نده. چون به نظرم بهتره. ولی یکم سختگیر شدیم اینجا. بریم سراغ ویدیوی بعدی از ویدیوی ماهان ابوالقاسمی. کارفرما برات عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو روش عمل کرد. کارفرما ببین ایده اجرایی تو دوست داشتم، به خصوص اینجایی که اومده بودی استفاده کرده بودی باحال بود، ولی اصول رو رعایت نکردی. پسر توی بک تیره نباید از متن تیره استفاده کنی. یعنی اگه تو اینو درست می‌کردی، متنات درست می‌کردی و بهتر بود، مثلا رنگ تکست رو سفید می‌ذاشتی، کنتراست خیلی بهتری داشت. و یه مقدارم اول کار نگاه کن. یه اصول دیگه هم که توی تدوین هست اینه که صدات نباید دیستورت بشه. اینجا نگاه کن، صدا چسبیده به نوک و اینجا قشنگ دیستورت شده بود. من اصلا صدای هدفونم کم کردم، اذیتم کرده بود. و تکست افکتات یکم قدیمی شده و بیشتر سبک یوتیوب این نوع استایل، ولی اگه کار میکردی شاید میشد تایید کرد، ولی الان نه. بریم سراغ ویدیوی بعدی از متین سلیمانی. کارفرما برات عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو. ببین نکته مثبتی که کارت داره اصطلاح رنگ‌های خلاقانه‌ای که انجام دادی. اینجا بنفشه، مثلا اینجا سبز، اینجا قرمزه، ولی مشکلی که داره خیلی شلوغه، یعنی آدم گیج میشه. خوبه که اومدی از افکت‌های مختلف استفاده کردی ولی شلوغ کرده تصاویر. یعنی اگه کمتر میشد این تعداد ترانزیشن‌ها شاید قابل فهم‌تر میشد و تکستات هم پایین حاشیه امن. نگاهی من روشن کنم قشنگ میری توی کپشن و اصلا خانه‌ای نداره. اینا رو بهتر رعایت کنی، ولی در کل ویدیو باحالی بود. اگه این نکات رو رعایت می‌کردی خیلی خفن‌تر میشد. ویدیوی بعدی از مجتبی. آقا مجتبی کارفرما برات عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو روش. تا حالا تو عمرم خودم رو انقدر ترسناک ندیده بودم. انقدر شارپنس داده بود و کوالیتی ویدیو رو برده بود بالا. فکر کنم با هوش مصنوعی کار کرده بود. سبک ویدیو سیگمایی شده بود و خب خیلی این سبک نمیشینه بیای ویدیو آموزشی و تکستاش هم خیلی خوب نبود. نگاه هم خیلی پایینه، این وقتی روشن کنی هم خیلی پایینه، هم خیلی نازکه و فونت مناسبی نداره. در کل خلاقانه بود ولی به این سبک نمیشه. یعنی اگه من بخوام اینو پست کنم فکر نمی‌کنم که خیلی واضح باشه برای کاربران. بریم سراغ ویدیوهای بعدی که از محمد امین محمدیان. ببین چیکار کرده. کارفرما برات عکس بی کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکس رو زیاد میکنه، هم تو یه سری از جاها رو روش عمل کرد. بچه‌ها نکته‌ای که ویدیو محمد امین داشت این بود که اینجا از متنی استفاده کرده بود.
اینجا از یه متنی استفاده کرده که اصلا کنتراست نداره، یعنی قابل خوندن نیست، چون این استایل یکم کیفیت میاره پایین، خیلی تضاد رعایت نمیشه. مثلا این افکتایی که تو این پشت استفاده کرده، این حالا کاغذها رو یکم بلر میکرد، به نظرم بهتر میشد. تکست خیلی مناسبی نداشت، خلاقانه بود ولی خیلی مناسب نبود. مثلا اومده بود از حالت گلس استفاده کنه ولی خیلی خوب در رنگ اومده بود، چون توی جای تیره گلس خیلی خوش نشون نمیده. بهتر بود که توی بک مثلا این حرکت رو میزد. ویدیوی بعدی که برامون هستش از آقای رامی، اگه اشتباه نکنم، بریم نگاه کنیم. حس می‌کنم ویدیو خلاقانه ایه. کارفرما برات عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد می‌کنه، هم تو یه سری از جاها رو دوشم انجام میده. کارفرما برات عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه چیز باحالی که من دوست داشتم، ازش این حالت زومه بود که اینجا این حالت مسک بارنده درست شده بود و این دو تا کاراکتر جذاب و کیوتی که استفاده کرده بود، ولی یکم میتونست توی اجرا کی فریم و تکسا بهتر کار کنه تا خانایی کار بهتر بشه. اینجا خوب بود، اینجا رو من موافقش بودم. مثلا میتونست اون حالت پرتو نور که توی یکی از ویدیوهای بچه‌ها رعایت شده بود اینجا استفاده کنه. فکر کنم تو ویدیو علی هم بودش. آره بذارین بهتون نشون بدم منظورم چیه. ببین اینجا وقتی عکس اومده یه حاله آبی میندازه، جذابیت کارو بیشتر میکنه. من یه همچین انتظاری رو تو این قسمت‌ها داشتم ولی خب استفاده نشده بود. ویدیو خلاقانه‌ای بود، خیلی باحال بود، خوشم اومد ازش و یکم اگه این موارد اصلاح می‌کردی، کی فریم نرم‌تر میشد و یکم سوتیای کار کمتر بود، به نظرم خیلی خفن میشدش. ویدیو بعدی از خانم حسن نیا هستش، چک کنیم ببینیم. کارفرما برات عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم مشکلی که مطمئنا همین الان همتون متوجه شدین، استفاده کردن فونت‌های نامناسب. یعنی اصلا من تا الان فونت‌ها رو نزدیکم ندیده بودم، فونت‌هایی که خیلی خوب نیستن و به خصوص اینا که فارسی نویس نیستن. نگاه کن اینا که این فاصله توشون به وجود میاد توی تکسا، یعنی اینا مخصوص فارسی نیستن یا تنظیمات درستی استفاده نکردی که اینجوری فاصله میفته و میتونست موزیک استفاده بشه، یکم افکت صوتیای بهتر استفاده بشه و در نهایت اصلاح رنگ خوبی هم بخوره. اینجا نگاه رنگ عوض میشه ولی رنگ صورت من ثابته، میبینی فقط بک تغییر کرده که با رعایت اینا کارت خیلی بی‌نقص‌تر میشه. بریم سراغ ویدیوی بعدی از خانم قوتی اگه اشتباه نکنم. کارفرما برات عکس بی‌کیفیت فرستاده و کلا پیکسله و ازت انتظار یه طراحی خیلی خفن داره. این کارتون نیست عزیزم، کافیه وارد هوش مصنوعی که اینجا برات می‌نویسم بشی، عکست رو بدی و خیلی راحت هم کیفیت عکست رو زیاد می‌کنه، هم تو یه سری از جاها رو دوشم انجام. یه چیز باحالی که من دیدم و استفاده کرده بود از این حالت صفات متعدد بود، یعنی توی حالتهای مختلف، ولی اجرای کار میدونم ایدت چی بوده ولی یکم اجرات خیلی فلته، به اصطلاح خیلی ثابته. اگه میتونستی اینا رو کمی متحرک کنی، مثلا اینجا از بکی استفاده کنی که متحرک باشه، مثلا اومدی با افکت تربیولنس این حالت رو دادی ولی میتونستی با خود گرید بیای این حالت انیمیشن رو بدی و خفن ترش کنی. اگه نکات رعایت میشد تکسا بهتر میشد، به خصوص توی این قسمت‌ها به نظرم ویدیو بی‌نقص‌تری میشد و دمت گرم. بریم سراغ ویدیوی بعدی از خب بچه‌ها. ویدیو بعدی از فرد خاصی نیست، صرفا تا اینجا اومدم که بهتون بگم یه پارت دیگه مونده که نمونه کارا تموم شه و در نهایت نفرات برتر رو مشخص کنیم و بهشون اون هدایای خیلی خفن رو بدیم که کم کم تو استوریا بهتون میگم اون هدایا چیه، چون فوق العاده جذابن.